از یه تاریخی دشمن به یک جمع‌بندی رسیده، اسمش هم Ultimate Responsibility، مسئول نهایی. اگر که میبینید که مدتی است نامه ها به سمت آقا نوشته میشه، با اینکه ترامپ معادلش این طرف پزشکیانه و امروزه هر چقدر میرید این طرف اون طرف هم میرید میگن آقا فلان کارو بکنه، آقا اصلا ترافیک، آقا فلان، آقا چرا ترافیک رو حل نمیکنه. برخی از دوستان حزب الله ما هم به اشتباه در همین فضا میدونن، فکر میکنن خیلی حرف خوبیه که ما آقا رو انقدر بیاریم بالا و برجسته بکنیم، وظیفه‌ای که وظیفه دیگرانه بگیم آقا باید بکنن. این بدترین حرفه و در حقیقت تو پازل دشمن بازی کردن، این خواسته یا ناخواسته. الان طرف میاد میگه آقا به فرموده حضرت آقا ما 20,000 مگاوات برق هسته‌ای لازم داریم. خب چه ربطی به آقا داره این؟ یعنی تو عقلت نمیرسید ما 20,000 مگاوات برق هسته‌ای لازم، باید بگی به فرموده آقا ما 20,000 باید برق هسته‌ای لازم داریم. به آقای پزشکیان میگن که مذاکرات چی شد؟ همونی که آقا میگن. این بدترین کاریه که آدم بلایی سر آقا میتونه بیاره. آقا رو مسئول تمام ناکامی‌های موجود میکنه. یعنی بالاخره الان شما مذاکرات فکر میکنید جواب میده؟ و هرگز جواب نمیده. حتما توش یه اختلالی وجود خواهد داشت. یعنی ما که مذاکرات با آمریکا که جواب نمیده که. خب اون موقع کی مسئول ناکامی مذاکراته؟ آقا. خب مسئول داره برق، مسئول داره ترافیک، مسئول داره آلودگی، مسئول داره فلان. چرا باید آقا مسئول همه چی باشه؟ این همون چیزی که خود آقا داره پس میزنه از خودش. ولی بله یه جایی که شما آدما مسئولیت خودشون انجام نمیدن، مثل اینکه سفره رو جمع نکنی مامانه میاد سفره رو جمع میکنه، ولی سفره رو تو باید جمع میکردی، تو باید مشکل خود رو حل بکنی، تو باید مشکل آلودگی هوا رو حل بکنی. شما نمیدونید این رصد ما کردیم دیگه. دشمن داره Ultimate Responsibility رو میذاره رو گردن آقا، میخواد مجرم نهایی و ناکام نهایی در تمام تصمیمات آقا باشه. بعد شما هم میکنی